بسم الله الرحمن الرحیم. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس روایت است که عایشه پرده‌ای با نقش و نگار داشت که به آن یک طرف خانه اش را پرده می کرد. پیامبر خدا درود بر او به او گفتند این پرده را دور کن چون عکس های آن در نماز به خاطرم می آید. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عقبه ابن عامر روایت است که گفت برای پیامبر خدا درود بر او قبای ابریشمین را بخشش دادند. پیامبر خدا آن قبا را پوشیدند و به آن نماز خواندند. چون از نماز فارغ شدند آن را مانند کسی که از چیز بدش بیاید از بدن خود دور کرده و فرمودند این برای اهل تقوا مناسب نیست. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو جحیفه روایت است که گفت پیامبر خدا را در خیمه کوچکی سرخ رنگی که از پوست ساخته شده بود دیدم و بلال آب وضوی آن حضرت را با خود گرفته بود و مردم را مشاهده نمودم که جهت به دست آوردن آب وضوی پیامبر خدا بر یکدیگر سبقت می جستند. کسی که از آن آب چیزی به دست می آورد به سر و تنش می مالید و کسی که به دست نمی آورد از رطوبت دست رفیق خود استفاده می کرد. بعد از آن بلال را دیدم که عصای نیزه را به زمین کوبید و پیامبر خدا با لباسهای سرخ رنگ در حالی که آستینهای خود را بالا زده بودند آمدند و آن عصا را پیش روی خود قرار داده و با مردم 2 رکعت نماز ادا نمودند. در این وقت می دیدم که مردم و حیوانات از پشت آن عصا عبور می کردند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. روایت است که کسی از سهل ابن سعد پرسید منبر پیامبر خدا درود بر او از چه ساخته شده بود؟ گفت کسی که این چیز را از من بهتر بداند در قید حیات نیست. منبر از درخت گز غبه ساخته شده است. آن را فلانی که آزاد شده فلان زن است برای پیامبر خدا درود بر او ساخته است و هنگامی که منبر ساخته شد و به جایش نیاده شد پیامبر خدا بالایش رو به قبله ایستاده و تکبیر گفتند. مردم هم پشت سرشان ایستادند قرائت را خواندند و رکوع کردند و مردم هم رکوع کردند. بعد از آن سرشان را بلند نمودند و عقیب رفته و بر روی زمین سجده نمودند. بعد از آن دوباره بالای منبر رفته قرائت را خوانده و رکوع نمودند و چون سر خود را از رکوع بلند کردند باز عقیب آمدند تا اینکه بر روی زمین سجده کردند و به این طریق نماز را ادا نمودند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس ابن مالک روایت است که مادر کلانش ملیکه پیامبر خدا را به طعامی که آماده کرده بود دعوت نمود. پیامبر خدا درود بر او از آن طعام خورده و فرمودند برخیزید تا برای شما نماز بخوانم. انس میگوید بوریایی را که از استعمال زیاد سیاه شده بود آب پاشانده آوردم. پیامبر خدا درود بر او ایستاده و من و یتیمی که آنجا بود پشت سرشان صف بستیم و آن پیرزن پشت سر ما ایستاد و پیامبر خدا درود بر او برای ما 2 رکعت نماز خوانده و رفتند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو هریره روایت است که شخصی از پیامبر خدا درود بر او از حکم نماز خواندن در یک جامعه پرسش نمود. پیامبر خدا درود بر او فرمودند آیا هر کدامی شما 2 جامه دارید؟ سخن امروز پیغامبر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه همسر پیامبر خدا روایت است که گفت بسیار وقتها پیش روی پیامبر خدا درود بر او طوری می خوابیدم که پایهایم به طرف قبله ایشان قرار می گرفت. هنگام سجده کردن به دستشان مرا تنبیه می کردند و من پایهای خود را پس می کشیدم و هنگامی که می ایستادند دوباره پایهایم را دراز می کردم. عایشه می گوید و در آن وقت در خانه ها چراغ نبود. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و از عایشه روایت است که گفت هنگامی که پیامبر خدا درود بر او نماز می خواندند من در پیش رویشان در روی بستر به شکل جنازه قرار می گرفتم. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس ابن مالک روایت است که گفت با پیامبر خدا درود بر او نماز خواندم و هر کدام ما از شدت گرمی جامه‌اش را به جای سجدگاهش می گذاشت. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. روایت است که کسی از انس پرسید آیا پیامبر خدا درود بر او با کفش نماز می خواندند؟ گفت بله.